نمیرحکای خوشرواکی ما نمیرحکای شهری ما قدماتون مبارک به این دهی نازنین شما هم در همین دهه تولد شدگین ها میدونم کدام وقتی که او دخترای ما اول همینجا میاین شما در همینجا تولد شدگین بعد گرفته بردن تونه هم یک تا 40 تون برومدن در همین دهه بدین الان که نویرکای بابی شد شما اینو کلان شدین الکای بشور شدین داخل دارم که این روزو فقط توی تونم ببینم خانه دارشویاتونم نه که اقلا شما یکون چی بپرسم که یکون تصورات دارید در باره یعنی همین دال و درخت زندگی ده کی میدونه این حیات های یک که شما در خواستگار ایگون ده میرویا گفته نمیشه بچه این مثال این همین درخت میشناسه میشناسه بابی درختی چیه؟ درختی زردالو ای درست قریب که یفتی قریب که این درختی اولیچای این زردالو نیست بابی مونندن به حد مونندن نه که زردالو اولیچی خیلی فرق داره انا مثال زردالو رو کی میچینن اینا کی پخته میرسه که بچینن شد کی زردالو را ماهی ایون ده میچینن بابی در وقتی جزستی تاویستان گرمی تاویستان ده بابی خنداتون زنین در هر جا موافق طبیعتش میپزه در جای خودمون ماهی ایون و در او جای خنکترک با همه خیلی دیرتر پختن میگیره خب مایلش اینه درخت زردالو اینه انار اینه درختی انار میشناسه نه؟ انا که بگه که همین میوی انار را کدوم وقت میچینم؟ انار تیر ماه ده بابی؟ خنداتون زنید تصورات دارین باید یاد بگیر این همین خیلی مایل انار این وقت انا با اینه در بغلی من چی میوه ایره میشناسه؟ خورما بابی؟ بقبیت ایش تو میگیری و این یک تی دیگه اینش تو میگی انا می خورما بگین که اکو خورما رو کدام وقت میچینم این همی حوزی میچینم بابی تیر ماه ده ایشان این اختون چینه نوارده تصورات دارن انا کو بگین میوی سیو کدام ماه میچینن اکو کی میچینن میوی سیو خو سیو هم در تاویستان هستی در بازار هم در زمستان هستی در بازار همین سیو عموما بابی کو کدام وقتی که برو کو در بازار فروخته سیانشه این ویر کی میچینن با السلام علیکم و علیکم برسول دیدی انا این بچه وقتی شینوز شد این همسایی ای هم نزدیکی ما زفری کراسافچیک سلام علیکم زفری کراسافچیک همین همسایی ای هم نزدیکی ما این همین هر دی گهوار این نویروی هر دوشون هم گهوار نام دارن در شهر زندگی میکنن انا اومدن دهمون تماشا پرسیدازم که خیلی کلان شدین من این روز پگه خواستگارا میاین یک خواستگار ای ده بیاید بعد شما تصورات داشته باشین که میوی سیو کی ای درخت میچینن نمیدونم نه زفر جان کراسافچیک این همین خودت مثال شخصا خودت سیو کی میچینی سیو میچینم کی سیو میچینی همون وقتی که سیگیت بستگی باشه چیگی Hey! Ya muzikal durum olmaz. Çortay? Rank? Ay Xitay. Çigi. Assalomu alaykum doktorjon. Va alaykum. Bizmi gum kardam. کدام وقت گم میکنم شد میام همین ری پویز میوم شد اینه میگفتی که در همین ری پویز تو علف میبینی
من نمیدونم سنگ میخوره یا آهن میخوره که در همین روی پاییزه فقط انا یه روز 2 کیلومتر کفته اومدم حالم نیافتم شد انا خودت خیلی شدم جگد شیشتی خیلی خوب بودی ندیدی یا بزی کل همینجا چرا نکرده ایسی بود ندیدی تا که بزی کل ندیده باشی کجا میرفته باشه یا که این روز ری اسفال رفته باشه ری اسفال نرفته بودی من ندیدم بابی آتا همیشه دی ها خیلی شد ای سهر همینجا شیشتگی یک ساعت شد 1 ساعت شد حالی باید دیگه میشینی یا که میری میشینم حالی بابی هیچ جا نمیرم یگان جا را کم نیستم ای همینجا ده میشینم همینجا ده ایستاده نیم همینجا ده اینجا ده نبست این ما برایشی بزم کفتازم این همین بزم حالی نیم همین زمان حالی پاییز میوید او بز عقل داره که ری پاییز یعنی میبسته حالی پاییز می خبره و اینجا خیست من همین بابی یه درد علمه دارم ده که آمدم در همینجا شیشتم یگان چی؟ یگان مهمون خونه تارم ده سای پاییز کتی مهمان چا میکنی بابی؟ این ما 6 ماه شید زندگی ما نه؟ زندگی آیله میره ها این همی 1 روزه خستم خونی اپا مهمانی رفتم میام تو پلنگ نام داره شوی من کت نویسانده که در اینجا منم خیلی نگاه که بابی در اینجا نتاشا بود ها هی دختر کی صادق او شوی تو در کجای نوشته باش که نتاشا بود با دنگیره این ره پری نتاشای پری زولیه این ره ما نوشته گیره خیلی خونه داره چه میگی نوشته ما نوشته کاش که کو بابی وای در این ره می نویساندک در کجا نوشته با در خانی خوامانتنی دیوال ده وای خیانه یای دختر ما لبای ایتی که باشه نخه همه جده بشی و یکی ولی پویز میویا وای با من آمدن گیره یا او پویز حیف میشه بوده چو بابی؟ پویز می در تو پیش پایی میخوره هرچی که همی درختارم در وقتش کسی در همیج مونده با همی خوشم برومدین نکی باشم داری افتا و داری حولی یا که سوخته پخته نمی میغاتیده مگره ای چی گپایه ایچ خیلی جویه اگر گفتم سنی همی آتم در کار نیست در قشلاق نمیشه نفس کشیده نمیشه و نیده مجبورم بگی بیار در همیجا مرا شوبته توبه کدامه ای آوازی ای چمچق و ای پشه و ای کورپشه و ای مرغ گاو و بز خری ایار بینا وغ ای چطه آوازه یگان مینوت عموما گوشاد آرام نمیشه در جانم زد نکیه آفرینای ما که چی خیمه داری آواز ای پشه و کورپشه یا وز یاد کو طاقت کده شتمه آفرینی پشه و کورپشه های ما آفرینی پشه و کورپشه های ما که اینقدر غرغر جنجالای تو طاقت کرداسیم ها؟